بابا جا گرفتی علی. آقا جان برادر من نکن. چیکار کنم جا گرفتی دیگه توی خونه. بله با چارو برقی بوش معلومه باید اینجوری جیبه چی طرفای من اصلا چارو برقی بوش. کدومتون دیده بودید؟ آلمانی فقط شما دیدی. فقط اصلا این مال بابا فقط آره بوش برنده نوشته بوش، آره. بعد شناسنامه داره جهیزیه خواهرم اگه گله من بریدن شناسنامه داره. از گلو تو بریدن؟ تو شناسنامه نداری؟ 40 برابر اینو همینجا خوردی. خب چه ربطی داره؟ از تو دارید من اینجا کار میکشی. کاکان میام تو به جای اینکه الان انر بلنشی بیای اینجا، الان درس خونده بودی، الان دکتر مهندس چیزی شده بود. مشتی ما درس تو کوچه خیابون یاد گرفتیم. این گفتی چند نفر است؟ 24 نفر. 24 تا فامیل شما دارید که 24 نفر درس این مادر همه اومدم تو خونه شما اینقدر بودی کلا. اینقدر بودم؟ اومدی اینقدر غذا خوردی اینقدر شدی. باشش کرد! جهیزیه این که الان ننه 40 من برابرش بده خوردی اینجا. نه به خوردنش کاری ندارم که 40 برابرش اینا رو خوردی. حداقل تو موشنباش در می‌آوردی.